ассалому алайкум бинандаҳои арҷманд. барномаи навбатӣ дар суҳбати соҳибдилон манзури шумост. дар суҳбати мо имрӯз ҳузур доранд ҳуқуқшинос, профессор, устоди донишгоҳи давлатии ҳуқуқ, бизнес ва сиёсати Тоҷикистон Абдусамад Шарифович Болтуев. устод хушомадед мегӯям. Саломат бошед. соли 2024 мардуми кишвар 30 солагии қабули конституция, яъне қонуни асосии кишварро таҷлил мекунем. Яъне ба қабули он аллакай 30 сол сипарӣ мешавад имсол. Ва дар паёми мисолии худ асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ, пешвои миллат, президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар баробари зикри он ки имсол соли 2024 30 солагии қабули конституция аст, ҳамчунин эълон доштанд ки соли 2024 соли маърифати ҳуқуқ эълон карда шавад. ва мо имрӯз дар барнома ҳамроҳи устод атрофи он масъалаҳое ки вобаста ба эълон гаштани соли маърифати ҳуқуқӣ чанд доду гирифти суолу ҷавоб хоҳем кард дар мавриди он ки худи маърифати ҳуқуқӣ чӣ аст ва мо то куҷо дар омӯхтани ҳуқуқҳои худамон ҳавсала дорем ва дар ин сол мо бояд кадом корҳоро воқеан анҷом расонем ки тавонем дар роҳи татбиқи супориши роҳбари давлат кореро анҷом дода бошем. устод, аслан вақте худи дар паём ҳамин масъала ироа гардид, худатон чӣ гуна қабул кардед эълон шудани ҳамин солро? марҳамат. این مسئله ما همراه شما چندین مراتب بررسی کردیم. خاطرتان باشد که یک دفعه وقتی که درباره برنامه حکومت آید به تعلیم و تربیت حقوق شهروندان که سال 2019 به اتمام رسید، همه وقت جنبستش برنامه تشکیل کردیم. بعد شما سوال کردید منبع چی می شود؟ و همه وقت گفتم که این مسئله باید منتظم با ثبات دوام داده شود. برای از سر برنامه نو تشکیل می شود. حاضر برنامه همون سیوم بعد از وای برنامه ها برای سال 2020 و 2030 قبول کردگی عمل کرده ایستاده است. بعد غیر از آن سال 2021 یک برنامه درباره تربیت حقوقی انسان علاهیدگی و قبول کردن و من این حکومت جمهوری تاجیکستان در این جاده منتظم و مقصدناک فعالیت می برد. ولی پیشوای معظم همین در پیامشان نه فقط حکومت جمهوری تاجیکستان تمام جامعه را برای راه بلد نمودن به همین مسئله با فکرم یک اقدام خیلی سری وقتی اقدامی باید که این مسئله را شاید از دیگر مسئله پیشتر هم گذاشتن لازم بود. همین خیلی وقت ساعتش رسیده است. وقتی که اعلان کردن با فکر همه حقوقشناسا خرسند از آن جمله من هم، چون که برای معرفتی حقوقی اول وقتی که ما میگوییم ما حقوقشناسا عادتا شعور حقوقی میگوییم. این معرفت حقوقی البته شما همچون سخنشناس نقض میدانید معرفت این یک چند سینونیم دارد. از همه به مقصد ما نزدیکترینش فهمیش حقوقی. همین وقتی که ما شعور حقوقی میگوییم مسئله دیگر خیلتر میماندیم. ما باید که آن رو تشکل میدادیم. معرفت حقوقی وقتی که پیشوای معظم مسئله گذاری کردن که سال 2024 سال معرفت حقوق شود، یعنی فهمیش مردم رو بیدار کنیم. یعنی مسئله گذاری اینجا کمتر دیگر خیلتر است و من این رو خیلی به خوبی قبول کردم. بله، تشکر. و اکنون ما در چون برای معلوم است که پیام این نقشه دورنموی دولت برای یک سال معین و گاهو در پیام مثلا پیام همین ساله به گوییم 5 ساله
گذشته رو تحلیل بسیار گوییم وسیع و بسیار گوییم تحلیل پرمحتوا همچنین مثلا درگاه ها در پیام آینده 5 ساله رو نیز مثلا بیان میکنن که آینده یا 10 ساله به مثلا چی گوییم نقشه، اما نقشه اساسی دوام 1 سال پیش بینی میشد. معلوم است که مثلا سمت فعالیت خودی مثلا دانشگاهی که شما کار میکنید بیشتر که متخصص ساحه حقوق که مثلا یک سمت فعالیتش تیار کردن متخصصان ساحه حقوق که است، در این سمت مثلا کدام کارها به اندیشه شما انجام رسانده شده است، تشکیل کرده شده است و باز کدام کارها رو باید به سانون رسانیم؟ مرحبا. عموما اگر از حکومت جمهوری تاجیکستان سر کنیم، اگر در هیئت حکومت وزارت عدلیه متصدی همین مسئله است. حتی در وظیفه های همین وزارت مسئله تربیت حقوق شهروندان همچون یکی از سمت های اساسی نشان داده شده است. در همین سمت البته وزارت عدلیه خیلی کاری نظر است تمام سال دوام همین قدر وقت میکرد و یک اقدام آخران جاری کردگیشون یاری حقوقی رایگان جاری کردن. چخیلی که ادوکات ها خدمت میرسانند همون خدمت ادوکات ها رو در مرکزهای حقوقی وزارت عدلیه و مردم رایگان میرسانند. راستی گپ من کمتر آمدی گپ به همین خاطر رسان کنم، یا خاطرتان باشه یک تشکیلات جمعیتی دستگیری حقوقی داره. بله بله. همون یاری رایگان را میگذراندیم. حاضر اکنون گویا که آنها میخواهند که همین مسئله رو فرا گیرند. البته تشکیلات جمعیتی دیگر خیلی مناسبت میکنن به این مسئله، مقامات دولتی دیگر خیلی یاری حقوقی گفتن مرکزهای یاری حقوقی در جاهای معین تشکیل کردن. ما میخواهیم به مردم نزدیکتر میشیم، ما بیشتر در حتی محله ها، جای کار، جای تحصیلی همون مردم مناسبت میکنیم. این نزدیکتر است. لیکن گپ در سر آن است که حقیقتا کارهایی که حاضر درباره معرفت حقوقی گذرانده ایستادن به طلبات جوابگو نیست. همین راستی گپ یاری حقوقی رایگان این نقض این یک خود مقاله که اگر یوان کس را سیر کردن خواهید، اگر شما همین ماهی دادن گیره سیر نمیشود. شما 60 ماهی دستش بدهید که و خودش ماهی را داشته خورد سیر میشود. برای همین برین اگر ما همین فهمیش حقوقی را به شهروندان دهیم. یاری حقوقی این وقتی که الگه حقوق ویران شد یا حقوق بحثناک شد، لیکن اگر ما فهمیش حقوق را دهیم همین حقوق ویران هم نمیشد، بحثناک هم نمیشود. یعنی از سبب فهمیدن درست آن رو درست عملی میکنند، رعایت میکنند، سخن درباره عهدهداری ها یا وظیفه ها را دیگر اجرا میکنند. این البته که حالتی یک معتدلی مناسبت حقوق میشن. من همین یک اولی همین سخنهای شما به یک اشاره شد درباره پیام گفتید که بله هم مردم فهمیششان اونقدر هم درست نیستم. همین وقتی که از پیام پیشوای معظم یگان نوگانی ها اعلام می شود، وقتی که خودشان به واسطه تماشا میکنن، از 1 ژانویه سال 2024 فرض کردیم که معاش همین طبقه معینی مهنتکشان زیاد کرده می شود. همین که گفته اعلام کردن. حالا مردم رفتن با محاسبات کنی معاش ما زیاد شدگیش. با آنها میفهمونند که پیام البته اعتبار بلندی سیاسی دارد، لیکن برای حقوقی شدن آن باید که مجلس عالی آن را قبول کنه. اقلا مجلس عالی اگر بعضی مسائل درست دور و دراستر بررسی کنند، فرمان پرزیدنت جمهوری تاجیکستان میبرند درباره همون مسئله ها. یعنی فقط بعد از همون باید شکل حقوقی پیدا میکنن. یعنی اگر فهمیش حقوقی باشد الکه این رو درک میکردن. بله. برای همین هم بعضا از من میپرسند که معنی همین حالت چیکار کردم کن. من از همه کار آسان از یادتان نمیبرند که بهترین همین مقاماتی حمایت کننده حقوق شما این سود. همین از خاطرتان نبرارید شد. این همه مسئله سود برفتن گیرمی. شما کدام مسئله باشد نزد سود بروید، اگر وای به سود اگر وکالتش داخل نشود وای خطی نوشته میدهد که به کجا شما مراجعت کنید. وقتی که در تعییناتش عایدی رد کردن قبول عریضه شما می نویسد که
شما به فلان مقامات مراجعت کنید و این مقامات علاقه عهدهدار است قبول کنند. این کار شما آسان می شود. یعنی اینم از فهمیش. البته دانش حقوقی رو برای همه شهروندان رساندن غیر امکان و آنها فهماندن ممکن. این یا اون مسئله ها رو، این یا اون مناسبت ها رو، همین برای این وقتی که ما همین درباره معرفت حقوقی میگوییم، من همین رو فقط همچون فهمیش حقوقی فهمیدم، همین خیلی قبول کردم. درباره اینجا مثلا مدنیت حقوقی هست، شعور حقوقی هست، حتی بعضی مسئله های اسلوب حقوقی هست، آداب حقوقی هست، بسیار گوناگون است. لیکن ما فقط همین سال اگر وظیفه پیشوای معظم در نزد ما گذاشته رو اگر رعایت کردن خواهیم، اجرا کردن خواهیم، باید که مردم رو به همین فهمش حقوقی رسانه. بله استاد تشکر. خوب، اصلا در سمت آموزش حقوق همین کار رو از چی باید آغاز کنیم؟ از اوایل مکتب، دانشگاه، همین مسئله رو شما چگونه گوییم بهاگذاری میکنید که چون واقعا همین شعور حقوقی یا همین فهمیش حقوقی در انسان در کجا منشأ میگیرد، ابتدایش؟ فرض کردیم ما کتاب میخوانیم میگه اینش خوب است اینش بد است، میفهمونند. یعنی عادی‌ترین معیارها که مثلا اگر همین حالت رو گذشتی علاقه تو دون که یک معیار ویران کرده، یا مثلا اگر به سویتفوری چراغی که راهنمای سرخ گذشتی این ممنوع است، این تو باید به سبزش گذاری. یعنی این چیزایی که در نظر اول برای نفری کلان گید حیران شدنش ممکن، اما این یک قدم اول برای اون که مثلا قاعده رو رعایت کردن و در نهایت قانون رو. درست گفتین. البته کودک وقتی که در عائله پیدا می شوند، حس احترام به قانون در عائله سر می شود. از همین عائله سر کرده. البته تربیه رو برای ماندن لازم، چون که وقتی که اسلوب و آداب رفتار و کردار رو یاد میتن، این کار رو کردن ممکنه برای که دیگران عیب میکنند. انا همین چیز رو گفتم لازم، اگر این کار رو اجرا نکنی یا اگر همین رفتار نادرست کنی، دولت عیب نمیکنن، تو رو جزا میدهند. شما یک اولی صحبت رو گفتید احترام یا ترس گفتید. راست گپ قانونگذاری همین خیلی هست که دو قسمتی عمومی دارد، عمومی و خصوصی. عمومی در آنجا منفعت دولت جمعیت در نظر دارد، حقوق جنایتی، حقوق معمولی، همین خیلی سوای حقوقی و هست میفهمید. در اینجا منفعت دولت جمعیت که هست، مردم باید ترسن از همون جزایی که پیش بینی کرده شده است. همون جزا هست، این چی گوییم ناگزیر بودن جزا برای همین رفتار نادرست و ناشایسته تا یک درجه همون مردم را از حقوق ویران کنی میدارد. آنها خودداری میکنند. لیکن فقط احترام گوییم، اگر احترام در همون قانون یک بسیار عجایب آمدگی مجموعی همین چی هست عنصرهای حقوقی است، حقوق، عهدهداری، آزادی ها و منفعت های قانونی. این همش در یک سطح نیست. برای من اگر نسبتی حقوق و منفعت های قانونی و آزادی اگر درباره حرمت احترام گوییم، درباره عهدهداری همون ترس هم بودنش لازم. اگر ترس نباشد نمیشه. همین ترس گوییم به معنی دیگر که البته این مرادفی گوییم مسئولیت بوده نمیتواند، اما گوییم اگر مسئولیت باشد خودش ترس میرود. سخن درباره اون که مسئولیت داشتن نزد قانون، به خاطر اونه که اگر مثلا من حقوق یک نفر رو پایمال کنم، یعنی من گوییم منفعت خودم رو به این نوبت گرفته، یک منفعت خودم رو پیش گیرم، یعنی منفعت یک نفری دیگر رو من پایمال میکنم. در این حالت البته ویران کردن گوییم همون معیار قانون. این درست. در حقوق مدنی پیشتر حقوق گرجدنی میگفتیم، اکنون حقوق مدنی میگوییم. در حقوق مدنی همین یک هست، قاعده هست، حالا تا درجه پرینسیپ نبردن، با وجدانانه استفاده بردن حقوق. اگر شما حقوق داشته باشید، اون را همین قدر با وجدانانه باید استفاده برید که منفعت های قانونی دیگر شخصان و حقوق های آنها پایمال نشوند.
آزادی شما تا این من تا اونجایی که آزادی شما پایمال نکنم. این در واقع مدنی، دیگه در واقع عمومی این خیلی نیست. در واقع عمومی برای رفتار ناشایسته اونجا روی راست جزا پیش بینی کرده شده است. جزا این چیزی میترسیدگی است. همین ترسی ناگزیر بودنی جزا برای صادر کردن جنایت یا حقوق ویرانکنی مأموری این بسیار میدارد. باور کنید این حسیات مردم است. برای همین ما بعضا وقتی درباره فهمشی معرفتی حقوقی گفته از قبض ایستادیم، همین چیز را هم مردم فهماندن لازم. چون که در بعض بسیار اکثریت موردهایی که مقامات های وکالتداری همون چی حقوقی آنها را دستگیر میکنند، بازداشت میکنند، آنها میبخشید ما ندانستیم که حقوق ویرانکنی است. اما در سطح حتی کانستیتوسیا ما قاعده داریم که گفتگی ندانستن قانون از جوابگری آزاد نمیکنند. برای همین هم ما انمی برای قاعده را اساس نکردن ما باید که مردم را فهمانیم که اقلا همین که دانسته مانید که برای این رفتار اگر به ناگاه شما صادر کرده مانید جزا پیش بینی شده است. تشکر. واقعا معلوم است که مثلا من در آغاز گفتم شما استاد دانشگاه هستید استاد و در سمت تربیت کادرهای ساحه حقوق شناسی امروز به جامعه خدمتی شایسته دارید. گذشته از این بهای شما به سطح آموزشی همین گوییم زمینه‌های نخستین گوییم شناسایی با حقوق انسان در گوییم مؤسسه‌های گوییم مکتبی من در نظر دارم. چون در مکتب جایی که اونجا یک مرحله عمر انسان مخصوصا مرحله‌ای که یک خودشناسی یک گوییم همچون یک فرد تشکل یافتنی مثلا گوییم از نوروز به جوان گذشتنش تشکل میاد در ایام مکتب. آن مرحله ها به از جهت پسیکولوژی هم انسان به خواهش ها زیاد می شود. یعنی مثلا اگر گوییم که در سن 3 سالگی من پیدا شود من و در مثلا 13-14 سالگی در مرحله گذریش باز منی دیگر پیدا می شود. یعنی من خواسته هایی که گاه ها مثلا سرحد ها رو میشکند، قالب ها رو میشکند، گوییم طلبات ها رو گوییم رعایت کردن نمیخواهد. آن همون خواسته ها رو آن همون باید نفری که تربیتگر است در سیمای معلم در مکتب باید به تنظیم درآورد. آن رو چگونه می‌درآورد و چگونه موفق می‌شود واقعا به هوی شما رو من منتظر بودم. درست گفتان بسیار عجایب. خود شما هم وقتی که در تحصیلات عمومی می‌گرفتید در صنف‌های بالایی یک سال اساسهای دولت حقوق خواندید. حاضر هم همین خیلی تغییر نیافته است. اما از روی گپی شما منم طرفدار فکر و عقیده شما همین صنف یکم اگر رود اگر البته از صنف یکم باید که وای زینه به زینه حقوق و قاعده های رفتار و کردار رو یاد گیرد. و هم تو گپی عمومی که تن یاد نگیرد. و این معلمی که صنف یکم درس میگن البته گفت که موافق کدام قانون یا کدام قاعده کدام آیین نامه حتی قاعده های ترتیبات داخلی هست، قاعده های حتی لباس پوشی هست، آنچه که وزارت معارف تصدیق میکنه همانها رو همچون سند معیاری حقوقی فهماندن. این هم تا گپی من نه. این وقتی که از وزارت معارف این سند معیاریش دامده است اگر رعایت نکنید اگر برای این جوابگری پیدا میشوند. بعضا حتی همین پدر و مادران هستن که کودکان خودشان صنف‌های پایان مکتبی تحصیلات عمومی باشد اگر مسئله لباس پوشی، مسئله موی سرمانی، مسئله یکان زر و زیور گرفته گشتن همین چیزها به رعایت نمیکنن. و فکر کنم و گپی هم تو معلم است وقتی که همین قاعده ای که از سند معیاری حقوقی پیدا شده است و در حالت اجرا نکردن کدام جوابگری پیدا میشد همین را فهمانده توانیم البته این تماما دیگر حتی پدر و مادر نفهمید که کودک رفته میگه که شما من همین خیلی اجازت دادید یا همین خیلی رفتار کن گفتید لیکن معلم ما گفتن که ممکن نبوده است و قانونش بوده است یا قرارش بوده است یا قاعدهش بوده است گفتن همین خیلی فهمیدن بهتر البته. یعنی مقصد من گفتنی که همچون درس تعلیمی یک سال خواندن و یک طرفو
لیکن تربیه حقوقی باید که از اول تا آخر با مرام منتظم و ثباتکارانه باید که اجرا کرده شود. بله بله تشکر. حتی استاد همین قبول شدنی قانون جمهوری تاجیکستان درباره مسئولیت پدر و مادر در تعلیم و تربیت فرزند نیست زمینش از کجا؟ یک فرصت مرحله اومد گفتن که فرزند در خانه فرزند من است، معلم چیکار میکند؟ معاش میگیرد، باید او نیز تربیتگر باشد. 8 ساعتی مثلا روزی کودکی من در مکتب است. یعنی همین گونه مسئله رو مسئولیت رو سری معلم تحمیل کردن، بار کردن، سبب گردید که چون در این فاصله مشکلی ها که پیدا شد بعد نیاز قانونگذار فکر کرد به خلاصه اومد که باید قانونی تهیه شود که والدان سری این مسئله اندیشه کنند و احساس میکنید که واقعا بعد قبول همین قانون یک اندازه مسئولیت والدان در مسئله اون که بعد مکتب من باید با فرزندم بیشتر کار کنم چون مسئولیت دارم، یعنی اون مسئولیت رو چگونه بیدار کردن؟ با جریمه. زمان اقتصادات بازاری همین دورهای پیشتر همچون جزای جمعیتی حیف توی و تنبیه و استفاده می که یا حاضر تاثیر نداره. شرمنده تگی دوست که گفته گویم نه همین جزای از روی همیان همین البته در مؤسسات تحصیلاتی اینقدر رسم نشده که استفاده نمیبرند، لیکن موهیت مسئله گرید اگر من خودم در دانشگاه تحصیل کار میکنم میفهمم که دانشجویان ما اگر به درس نبیاین آنها میدانند که به همیان آنها تاثیر میکنه و آنها کردیت میخرن برای سبقگردانی علاقه این تاثیر میکنه. یک وقت ما داریم با کدام برنامه همین شما گذراندگی مسئله گفته بودیم که همین نظام کردیتی که و هست در مؤسسات تحصیلات عالی جاری شده است، در مکتب‌های تحصیلات عمومی هم همچون تحصیلات با صلاحیت گفته، لیکن وای موهیتش اینقدر هم درست درک نکردن، درست استفاده نمیبرن. نباشد از همونجا علاقه همش یک خل شود. وقتی که تحصیلات عمومی را ختم کرده به ما دانشجوش نمیبیان به اون نظام کردیتی میگن آنها نمیفهمن. همین قاعده همین اگر از اول شد نه که گفتگیم بریم بعد فهمیشم تمام دیگر خیلی میشود. وقتی که حاضر پدر و مادران برای مکتب‌های خصوصی پول دادن به راضی، لیکن مکتب تحصیلات عمومی دولتی به نه، همه وقت جنجال میشود. من یک شوخی میکنم بعضی رفیقانم به همسایه‌ها میگم که شما اگر مکتب تحصیلاتی دولتی کمتر همون مبلغ خصوصی میدادید که تان میدادید شرایط اونجا بیان بهتر میشد. این از من در صحبت ما استادی دانشگاه دولتی حقوق بیزنس و سیاسی تاجیکستان پروفسور حقوق شناس عبدالصمد شریفیویچ بالتوی حضور دارم و سوال جنبستی من در مورد آنه که توصیه های شما برای بهتر نمودن معرفت حقوق در جامعه امروز باز کدام کارها رو کدام توصیه ها رو همچون حقوق شناس برای آموزش اون واقعا ما برای آن که خواهش پیدا کنیم گوییم که واقعا دانستن من حقوقم بسیار مهم است. چه توصیه هایی گوییم دسترس میدادید که واقعا بعدی شنیدن اون گویم که اصلا ها واقعا اگر همین کار کنم شاید من به این دیگر مشکلی دیگر مواجه نشوم. راستگم ما در دانشگاه ما غیر از شعبه روزانه شعبه فاصله داریم، پیشتر غایبانه میگفتیم. حاضر بعضی معلومات یکم عالی داشتگان داخل میشن، بعد ما میپرسیم که شما سالتان کلان شده است، وظیفه هاتان هست، کارتان باز شما داخل شدید. من همین چیزا رو فهمیدن میخوام، دانستن میخوام. من در همین فعالیت کاری خودم به حقوق شناس از روی همین کار برایم حمایت حقوق و منفعت قانونی. بعد من راستگم میگم که افسوس که شما متخصصی که در شعبه روزانه خوانده شده در سایه خودتان حاضر در شعبه این فاصله خوانده نمیشوید. اگر همین مکمل همش آموزید از یکم تا همون سیوم یا چهارم کورس اگر نقص خوانیدم که نمیشود.
برای چی؟ برای که این بحر بیکنار از حد زیاد و اینها رو حتی دانشجویان شعبه روزانه خواندگی ما هم آنها همش رو نمیدانن، خصوصا که از اون دانشگاه هست ما عمومی تیار میکنیم، نه کسبی سایه انیق نیکو universal از همش کم کم. اگر دانشکده میشد در دانشکده و فاکولتیت های علاوه کسبی معین تیار میکنن و با مقصد نکتر بود. ولی ما بیکاره داشتیم. نه شما بیکاره نه، شما فهمیش پیدا کنید. فهمیش شما کفایه است برای آنکه استفاده برده شما سواد دارید، دانش رو در هر یک مورد انیق پیدا کرده میتونید. اکنون همین گپ من گفتگیم برای آنکه ما باید فهمیم که همه حقوق شناس رو نمیتونند. اول خصوص که حتی حقوق شناسایی که حاضر داریم همین از همه جایی نمیدانم به نظر شاگردان ما اینقدر جالب دقت نیو، لیکن از همه ضروری این فعالیت صاحب کاری. ما شاگردان میگم که اگر شما مشاوری حقوقی صاحب کار شوید، معاشی که از مقامات های دولتی حفظ حقوق میگیرید 100 مراتب زیاد میگیرید، بی محابا 100 مراتب زیاد. لیکن آنها میگن که وای این قدر هم اعتبار ندارد و کسب مشاوره حقوقی. ما میگن کدام وقتی نفقه برای بعد این کار بمیریم. لیکن صاحب کار میگن که برای ما حقوق شناس لازم که حقانه منفعت های قانونی من محافظت کرده اونم. این فهمیش از همین نقطه نظر کسبی یاد گیریم. اکنون بیرون از دانشگاه گوییم در هر دو جامعه چیکار کردن لازم؟ راست گپ ما خود ما جلب میکنن از جانب حکومت، از جانب حزب خلق دموکراتی. گاه و ناگاه همین یک ماه به یک بار یکان کلکتیو رفته ما واخوری میگذرانیم. لیکن این مقصدناک نیست. باید که همین یک منتظم دائمی عمل کننده یک چهار جای ها گذرانده شد. من اگر خاطرتان باشد اگر در دوره شوروی همه چیزش گنده نبود، چیزای نقضش هم ما باید که نگاه داریم. یک تا جمعیت دانش بود. همین جمعیت دانش و همه آنهایی که میتوانستند و میتوانستند جلب کرده میشدند برای در نزد مردم در جای کار، جای محل استقامت هم تشویقات و ترغیبات استفاده میبردند. بعد اونیورسیتت های گوناگونی وای بودند. اونیورسیتت مارکسیسم لنینیسم بود خاطرتان باشه. عموما همین خیلی وای که خواهشمند رفته منتظم کورس های معین رو میخوند. آینده برای خودم لازم میشود گفته. همین نظری من به همین چیزها رو جاری کردن لازم. من نوکه اول صحبتان درباره وزارت عدلیه گفتم. وزارت عدلیه همین مسئله ها رو باید متصدی است. باید تربیه حقوقی شهروندان پورا به ذمه وی است. لیکن خودش نمیتواند. باید که همین تشکیلات های جمعیتی رو عموما همین مردمی همین موقعی فعال جمعیتی داشتگی رو جمع کرده این وظیفه رو اجرا کردنش لازم. فقط همین خیلی به دست میبرد مقصد. بله تشکر. در آخر یک چیز از خاطرم برآمده. به واسطه من شما دخل دارد. چندین مراتب من گفته بودم که همین در تلویزیون سیمای مستقلی یکم باید برنامه دائمی عمل کننده حقوقی باید باشد. بله. همین بگذار یک ماه به یک بار یا یک هفته یک بار این شما معین میکنید و مقصدناک از روی برنامه پیشگی معین شده باید فعالیت کنند. بله ما علاقه تشکر واقعا بسیار این علاقه شما از نقشه ما پیشگی آگاهی پیدا کرده. واقعا همین گونه ما در نقشه داریم که بسیار از یک برنامه نوی رو با حضوری جوانان البته تگویم مخصوص برنامه حقوقی رو گویم تهیه کردنی هستیم، به جدول نمایش ها وارد کردنی هستیم که واقعا این قدمی جدیه در سمت آن که بلند برداشتن معرفتی حقوقی اهالی روانه کرده خواهد شد. استاد در اشتراکتان شما تشکر میگویم و در انجام برنامه راستی وقتی استاد این مسئله را خلاصه میکردن همون حکمتی فیلسوفان یونانی به خاطر آمد که اگر خواهی آزاد باشی غلامی قانون باش. یعنی این حکمت تا امروز و گذشته 1000 سالها قیمت خودش را گم نکرده است، به خاطر آنه که همیشه غلام قانون بودن این
دوم آزادی خود را تامین کردن است. امروز ما صحبت داریم اطراف آن که واقعا توانیم در بلند برداشتن معرفتی حقوقی عامه خدمتی کرده باشیم. اینجا فرصتی برنامه ما با پایان میرسد. خیر تا برنامه‌های نوبتی خانه‌تان آباد باشد.